سلام دوستای عزیز، به یکی دیگه از ویدیوهای خوشمزه کانال من خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزتون عالی سپری شده باشه. امروز قراره یه شیرینی خوشمزه و سنتی رو درست کنم که مخصوص شمال ایرانه که این روزا تو ماه رمضان بیشتر از همیشه طرفدار داره. درسته، امروز قراره با هم دیگه رشته خوشکار درست کنیم. یه شیرینی خوشمزه، ترد و خوش عطر که اگه تازه و داغ سرو بشه واقعا بی‌نظیره. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید تا مراحل درست کردن این شیرینی خوشمزه رو با هم ببینیم. خب دوستان، ما برای درست کردن رشته خوشکار احتیاج به یه پیمانه آرد برنج و 2 تا پیمانه آرد گندم داریم. به ازای هر یک پیمانه آرد ما 1 پیمانه آب احتیاج داریم. برای مواد میانیش هم گردو و شکر، دارچین و 1 مقدار هل. الان من 1 پیمانه آرد گندمی که داشتم اضافه میکنم. خب من 2 تا لیوان آرد گندم و 1 لیوان آرد برنجی که داشتم اضافه کردم و الان آبو میخوام بهش اضافه کنم. حتما سعی کنید آبو کم کم به آرد اضافه کنید، چون اگه یه دفعه اضافه کنید امکان داره زیاد بشه. مقدار آبم گفتم دیگه، به ازای هر 1 پیمانه آرد 1 پیمانه آب میریزیم. و حتما با یه همزن دستی خوب هم بزنید. یه چیزی هم که باید بهتون بگم اینه که خیلی‌ها به جای آب از شیر استفاده میکنن. شما میتونید شیرم بریزید، میگن که با شیر خیلی نرمتر میشه، ولی من همیشه با آب درست کردم. این دیگه ساده ترین و سنتی و قدیمی ترین رسیپیشه که با آب درست میشه. برای این مقدار آردی که من بهتون گفتم امکانش هستش که مجبور باشید آب بیشتری اضافه کنید، چون میدونید که بعضی آردا آب بیشتری جذب میکنن و از اونجایی که آرد برنجم جذب آبش خیلی بیشتره امکان داره که مجبور باشید آب بیشتری اضافه کنید. ولی من الان اینجا بهتون میگم که باید غلظتش تا چه حدی باشه. باید غلظتش تقریبا مثل دوغ خیلی غلیظ باشه یا مثلا ماستی که خیلی رقیقه. خب الان من بهتون از نزدیک نشون بدم. ببینید تقریبا باید به این شکل باشه، یعنی وقتی که میریزه به حالت نواری بریزه، تیکه تیکه نباشه. ببینید الان این مایه‌ای که من آماده کردم میذارم کنار و حدوداً بین نیم ساعت تا 1 ساعت میذارم تا استراحت کنه. توی این فاصله برمیگردم و مواد میانی رو آماده میکنم. خب الان برای درست کردن مواد میانی ما احتیاج به گردو داریم که من گردو رو توی دستگاه گازوئیل میریزم و اینکه گردو رو تا اندازه خورد میکنیم که به روغن پس دادن نیافته، یعنی اینقدر که یه مقدارم زیر دندونمون احساس بشه. گردوی ما آماده. خب الان داخل یه ظرف گردویی که خورد کردیم رو میریزیم. ببینید تقریبا به این اندازه گفتم، یه مقدار کوچولو زیر دندونمون حس بشه. خب و الان بهش دارچین اضافه میکنیم. سعی کنید از دارچین تازه و مرغوب استفاده کنید چون عطر و طعمش رو فوق العاده میکنه. خب من الان دارچینم بهش اضافه میکنم. همینطور یه مقدار کم هل داریم که من هلم بهش اضافه میکنم و شکر که خوبه که شکرتون دونه هاش خیلی ریز باشه. خب شکرم بهش اضافه میکنیم و اگه اصلا از شکر قهوه‌ای استفاده کنیدم خیلی عالی میشه و خوب هم میزنم. اینم از مواد میانی رشته خوشکارمون که آماده است، میذارم کنار و الان میخوام برم مایه رشته خوشکار رو بیارم و ادامه کار رو با هم ببینیم. الان ما باید مایه‌ای که درست کردیم از صافی رد کنیم. برای این کار یه ظرف دیگه احتیاج داریم. خب الان کاملا با این کاری که کردیم یه مایه صاف و 1 دست داریم و اما قالب یا همون شونه هایی که باید باش رشته خوشکارامون رو بریزیم. ببینید این در واقع اون شونه اصلیه که رشته خوشکار رو باهاش میریزن و برای من از ایران آوردن. میتونم بهتون بگم که حرفه‌ای‌ها با این انجام میدن و اینکه الان تو ایران میتونید اینو تهیه کنید و یا اینکه این سری که بهتون الان نشون میدم از نزدیک نشون میدم. ببینید سری هم برای من از ایران آوردن، فقط چون جا نبود تو بسته که برای من میفرستادن بطریشو نفرستادن و فقط سریشو برای من فرستادن که من اینجا نتونستم هیچ بطری براش پیدا کنم. میخوام بهتون بگم که
اصلا اگه ندارید و مثل من تو خارج از کشور زندگی میکنید و دسترسی به اینا ندارید، من خیلی قبلتر از اینه که برام اینا رو بفرستن خودم با نی این سری رو درست کردم. البته یکم الان چون خیلی استفاده شد، از اونجایی که من خیلی رشته خوشگار دوست دارم و هر سال چند بار درست میکنم، این سری رو خیلی استفاده کردم. ببینید من میخوام بهتون توضیح کوتاهی بدم راجبش. من نیو به اندازه های کوچیک فکر میکنم 2 سانتی برش زدم و بعد با یه سیخی که داغش کرده بودم در یه بطری رو به اندازه اون نهایی که بریدم سوراخ کردم و بعد این نیو داخل اون سوراخ ها گذاشتم و همینطور که دارید میبینید این چسب سبزه که من دورش زدم برای اینکه اونو محکم نگه داره و اصلا حرکت نکنه. حالا داخلش هم چسب فوری، از این چسبایی که خیلی زود میچسبه. ببینید اینی که برای من از ایران فرستادنم همین شکلی درست شده. ببینید با این چسبای فوری چسبوندن. البته که تو ایران میگن که با سوزن دوچرخه درست میکنن، ولی ساده ترین راهش همینیه که من الان بهتون گفتم، یعنی قشنگ با 4 تا دونه نی و یه دونه سیخی که داغ میکنید روی در بطریتون میتونید اینو درست کنید. و البته که خب من چون در بطری که استفاده کردم بطریش هم دارم و الان قشنگ جا میفته. خب فکر میکنم با توضیحی که بهتون دادم شما خیلی راحت خودتون بتونید تو خونه این سری بطری رو درست کنید. و اینکه اگه سوالی داشتید حتما میتونید زیر همین ویدیو سوالاتتون رو از من بپرسید. خب من الان هر دو تاشو امتحان میکنم و بهتون نشون میدم. بریم به مرحله بعدی و ریختن رشته هامون. خب الان من برای اینکه راحت‌تر بتونم بطری رو پر کنم از این موادمون یه قیف روش گذاشتم و به این شکل مواد رو میریزم داخل بطری. یه مقدار مایتاب همونو چرب میکنیم. مواد داخل بطری رو یه هم میزنیم و الان میریزم. یه فشار خیلی کوچیک میدید و رشته هاتون رو میریزید و بعد به این شکل. خودتون میتونید ببینید که رشته ها از این گوشه خودش رو جمع میکنه و شما میتونید رشته رو از مایتابه جدا کنید به این شکل. رشته ها رو به این شکل برداشتم میذارم اینجا. خب از دو طرف به این شکل جمع میکنیم، بعد به این شکل میاریم سمت خودمون. از این مواد میانی میریزیم و از همین بعد شروع میکنیم به پیچیدنش. از اینکه رشته‌هاتون دفعه اول یا دوم خراب میشه نترسید، چند بار تمرین کنید، امتحان کنید و باشید درست میشه. شاید دفعه اول یا دومش یکم رشته‌هاتون جمع بشه، ولی اصلا نترسید و ادامه بدید. خب الان اینم میخوام رشته درست کنم. ببینید به این شکل میذارم و از هر طرف برمیگردونم. توی رشته چیزی نمیذارن و بدون مواد میپیچنش. فقط ببینید به این شکل دیگه فقط میپیچیمش. ببینید رشته به این شکله. خب الان اینم اون رشته‌ایه که من با اون شونه اصلی خود رشته خوشگار ریختم.
من الان داخل مایتابه یه مقدار روغن ریختم، گذاشتم داغ شده و میخوام رشته خشکارامون رو سرخ کنم. البته من همه اینا رو نمیخوام سرخ کنم، یه چند تاشو سرخ میکنم و بقیهش رو میذارم تو فریزر تا برای دفعه بعد که خواستم در بیارم و سرخشون کنم. الان که سرخ شدن برشون میگردونیم و اون طرفش هم خوب میذارم سرخ بشه. خب برای درست کردن شربت و شیرش من نصف پیمانه شکر و یه پیمانه آب جوش ریختم. شما میتونید یه پیمانه شکر همراه یه پیمانه آب جوش بریزید، ولی خب چون من دوست دارم شیرش خیلی کمتر بشه به خاطر همین مقدار شکرش رو یکم کمتر کردم. شربتم که آماده شد فقط بهش یه کوچولو دارچین اضافه میکنم و دیگه کافیه. ولی شما اگه دوست داشتید میتونید زعفرون و یا گلاب هم بهش اضافه کنید. من الان میخوام بهتون نشون بدم که چطور میذارم رشته خشکارم داخل فریزر بمونه. یه ردیف داخل ظرف چیدم، یه دونه از این کاغذ روغنی رو میذارم و ردیف بعدی رو میچینم به این شکل. اینجوری اگه بذارید زمانی هم که میخواین در بیارید هم به هم نمیچسبه، هم خیلی راحت میتونید جدا کنید و به تعدادی که دوست دارید رو بردارید و سرخ کنید. ببینید به این شکل بسته بندی کردم، درشو گذاشتم و میذارم داخل فریزر. خب همونطور که دارید میبینید من رشته خشکارا رو سرخ کردم، شیرش هم آماده کردم. راجع به شیرش چند تا نکته میخواستم بهتون بگم که اصلا احتیاج نیستش که شیره رشته خشکار غلیظ بشه. من داخلش یه مقدار دارچین ریختم، یعنی شیره‌ای که من درست کردم فقط آب و شکر و دارچینه. اون شیره رو داخل رشته خشکار نریختم. شما خودتون بعد از اینکه سرخ کردید میتونید یا رشته خشکارا رو داخل شیره بذارید و همون موقع سرو کنید، یا اینکه شیره رو بردارید و روی رشته خشکارتون. خب دوستان رشته خشکار ما آماده شد. همونطور که دیدید درست کردنش اصلا سخت نیست. نتیجهش یه شیرینی ترد و خوشمزه خونگیه که طعمش محشره. حتما امتحان کنید و نظرتون رو تو کامنت ها برای من بنویسید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره که لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. تا ویدیوهای بعدی با عشق آشپزی کنید، خوشمزه زندگی کنید. طعمش محشره.